الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيضا قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها إلا آخر الآية. أيضا قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. معلم شخصیتی بسیار بالا و بالا است در جامعه. آیه‌ای که از سوره فاتحه براتان تلاوت نمودم کاملا اشاره به طرف معلم می کند. الحمدلله رب العالمین. اینجا نقطه رب را الله استعمال می کند. از توحید ربوبیت خود سخن میگوید. همه ایتان علما و دانشمندان هستید، میدانید که رب به معنای نگهداری و تربیت کننده هست. آن ذاتی که تربیه کامل و اکمل میدهد آن رب است. در قطار دوم الله رب العزت بهترین مخلوقات خود را که انبیا هست آن را مقام معلمیت برش داده است. و از دیدگاه لغت عرب رب معنای جامع دارد. هر کسی که مسئولیت پرورش را داشته باشد لغت اصطلاحی رب برش استعمال می شود. دیگر الله می گوید که من پرورش دهنده و تربیت دهنده تمام عالمیان هستم. به خاطر امین تربیه احسن و اکمل که الله برای مخلوقات خود دارد انبیا را فرستاده است. و الله رب العزت برای آدم علیه السلام این مقام آموزش را داده است که یاد بگیر و به آنانی که یاد ندارن آنها را یاد بدهید. و علم آدم الاسماء کلها. این آیه صراحتا اشاره می کند به جایگاه معلم. معلم آن قشری است که می تواند رخ تمام حالات یک کشور را تغییر بدهد. معلم آن قشری هست که می تواند رخ تمام حالات جهان را تغییر بدهد. امروز ما که مشاهده کردیم در ضد اشغالگران آنانی که مبارزه می کردند بالخصوص آن عده مجاهدینی که استشهادی بودند و استشهادی کردند این تعلیم را برایش کی داد؟ امین معلم برش تعلیم داد که این یک بهترین راه است و بهترین راه کامیابی هست که ذهن آن را از دیدگاه تعلیم و تعلم آراسته ساخته. شما قیاس در تمام اشیا کنید واقعا که آن معلم بهترین معلم است که اخلاص بالا و بهتر دارد. الله رب العزت به 10 جای قرآن
اشاره به جایگاه معلم می کند. اگر امروز کدام نقطه مشکل و اساسی که ما در جامعه خود مشاهده میکنیم آن فاصله بین طلاب مدرسه و طلاب مکتب است. آن فاصله بین طلاب دارالعلوم و طلاب پانتون ها است. این فاصله را کی ایجاد کرده است؟ آن عده نامنهاد معلمین که جایگاه خود را، مقام اعلا و اولای خود را به قیمت دلار و دینار فروخت و این فاصله را در بین مکتب و مدرسه ایجاد کرد. حالان که قرآن از اهمیت مدرسه هم صحبت کرده است و از اهمیت تعلیمات دنیوی هم صحبت کرده است. آن عده کسانی که میگویند ما با تعلیمات دنیوی نیاز نداریم، این اشتباه کامل و اکمل است، بلکه این اشخاص را ما عنوان معلم دادن نمیتوانیم. به طور مثال شیخ صاحب مبارک پیشروی خود کامپیوتر را داشت و از آن کامپیوتر استفاده میکرد. این یک وسیله است. نیاز دارد که زانویت را در نزد یک معلم بگذاری تا این تعلیم را یاد بگیری. ولیکن واقعا معلمین سابق اسباب کم داشتن و اخلاص بیشتر داشتن. امون بود که جامعه را و جهان را تسخیر نمودن از افکار اسلامی. ما تاریخ اسلامی خود را مطالعه کنیم که امین معلمین بود که فرزندان را و فرزندان رشید را تعلیم دادن و آنها نظامهای اسلامی را به این گونه اخلاص و صداقت به پیش بردن که دنیای اروپا به اندلس می آمدن و در آنجا تعلیمات اسلامی و دنیایی را اخذ می کردند. خاصتا چقدر تعلیمات دنیاوی را که اخذ می کردند، چه از تعلیم کیمیا بود، الجبر و بیولوژی و ساینس و همه اشیاش، ولیکن اینها می آمدن که بهترین پهنتون، بهترین جامعه، بهترین معلمین در اندلس در لباس اسلام در حقیقت مسلمان و اصلی معلم و پیروکار قرآن بودند و آنها اخذ می کردند. ولیکن امروز که اسباب و وسایل بیشتر شده است که تمامش سهولت و آسانی را برای معلمین مهیا می کند، ولیکن معلمین اخلاص ندارند.